کسی که مادر ورزشگر باشد من فکرم که وای مادر دلی بزرگ باید داشته باشد. مادر بهادر بودن خیلی مسئولیت کلان طلب میکند و معلمه از عهده همین تعلیم و تربیت فرزندش به خوبی برآمده است. وقتی که ما فهمیدیم که فرزند این کس فرزند معلمه چمپیون جهانی گشتن، به نهایت همه معلمان مکتبی ما خرسند بودن. بسیار وقت شب‌های بیدارخوابی میکشم. 8 سال باز فیروز نمیخیزد. 8 سال باز بهادر موفق است. این بازآوردهای بهادری من از یک من مادر نیست. این از هر یک فرد جمهوری تاجیکستان است. مادر یعنی عشقی به همتا. عشقی که مادر به فرزندش دارد نمیتوان برایش جایگاه مشابه در نظر گرفت. چه رنجها و بیخوابی‌ها که نمیکشد. چقدر مادر ما را اذیت کردیم. چند بار گفتیم مادر دوستت می‌دارم. چند بار لبخند روی لب‌هایش شدیم. آیا مادرمان به ثمره زندگیش به کسی که جوانیش را به پایش نشاند افتخار می‌کند؟ این مستند مادرنامه ورزشی را به مادر میبخشیم که آموزگار معرفت و موجب آفرینش یکی از ورزشگران افتخارآفر تاجیک بهادر عثمانوف است. به سرنوشت پر از پیچ و تاب و فراز و فرود مادر بهادر خوش آمدید. وقتی که بهادر جان به مسابقه میروند در تماس کمتر میشوند، چون که همه هستی من فکر و ملاحظه من در بهادر چی میشده باشد، کامیاب میشده باشد. این سوالات معنی مرا که گیج میکنه، من دیگر سوالات جواب دادن نمیتونم. یک بار دیگر قسمت‌های اساسی موضوع من یادآور می‌شوم و نسبت همون موادهای ایلوگی سنجشی که در دستای شما هست، شما موضوع درس ما چی میکنید بچه‌های خوشبین ما؟ پول میکنید. خب منبع‌های روشنایی را نگاه کنید. برای حیات انسانیت، حیوانات و نباتات چه اهمیت خیلی بزرگ داشته. اگر نور روشنایی آفتاب نباشد، ما حیات سالم به وجود آورده میتوانیم؟ در سیاره ما حیات به وجود آورده می شود؟ نه، آفرین. وقتی که آدم به آدم نامگذاری می شود، همین نام آدم به خود همون شخص بشارت یک چیزی خوبی که خدا داده است. مثلا آموزگار سید و فیضی ما که نام فیضی ما دارد، فیض و برکت مؤسسه ما است. وقتی که به فرزندش نام بهادر مانده است، در حقیقت از چنین مادری که به فیض و برکت است، یک پهلوانی که ورزشگری سال شناخته شده است، در جهان پرچم تاجیکستان را بالا برداشته است. دستمون رو به کجا میبریم؟ و خانه چشم میبریم. یعنی خانه چشم ما رو بینید، این یک نمودی چی دارد؟ یک نمودی دایره شکل است. ما حتی معلمایی که در مکتب کار میکنیم هم وقت آرزو میکنیم که فرزندامون و نبیرهامون در دست همین کس خواند و تحصیل کند. وقتی که صنف رو مثلا ما صنف 1 تا 4 درس میدیم و ختم میکنن، همه وقت آرزو داریم که در صنف هم معلمه افتند و تعلیم و تربیت همین کس رو آموزند. یعنی از جهتی که لنزه های برجسته، لنزه های جمع کننده تمام شاگردان را به مثل فرزند خود تربیت میکنند. همه شاگردان را در روحیه وطن دوستی، خویشتن شناسی بیدار میکند. یعنی که در یک صنفخانه اگر تخمینا 25-30 خواننده باشد، پسیخولوژی 30 خواننده را در یک پسیخولوژی درس میگذارد. ایساک نیوتن معین کرد که 7 نور
وجود آمد. ما در کدام حالت ما این نورها رو میبینیم؟ نورهای اسپکتری را بچه ها؟ کنی فاطمه جان یکان چی داریم؟ شاگردانم رو به نهایت دوست می‌دارم. برای چی؟ برای اون که وقتی که من در دایره این قدر پستی و بلندی های زندگی هم همون 6 ساعتی که در مؤسسه تحصیل میکند فرزندانی مثال تاجیکی ما، من تمام هستیم رو به آنها میبخشم. خود فن فیزیک فن دقیق است. اگر یک لحظه که من فیروز رو به نظر گیرم، یک لحظه بهادور پیش نظری من بیاید، درس من آنقدر درس ذوقمند نمیشه. برای همین من کوشش میکنم که بسیارتر اون مسئله هایی که در دایره حیاتم است با اویله تکرار نکنم. اون مسئله هایی که در اویله زندگی دارم این رو به مکتب نبرم. اون لحظه هایی که با شاگردان دارم این پستی و بلندی را به خانه نیارم. انا همین موفقیت کار من خیال میکنم که این موفقیت را در همین دیدم. کما کرد نظریه یک جواب کم کرد خلیقی در رو داده، یعنی صورت پنجشنبه روشنایی این از کجا بود؟ از سیاره مشتری. معلمه تجربه خیلی بوی و غنی دارن. سالهایی که من به آستانه همین مکتب قدم گذاشتم تجربه پیش قدم سید و فیضی ما در مؤسسه پنگ کرده شده بود و در درس‌های معلمه اشتراک کردم و نه تنها دانش بلکه همه خصلت‌هایی که معلمه دارا هستند ما نیز از این کس آموختیم. زنی که در عائله موفق است و حتما در مؤسسه موفق می شود، در محل زیست موفق می شود. وقتی که من مادر فرزندم در عائله ام. وقتی که من همسایه در گذرگاهی در محل زیستم. وقتی که من آموزگارم مسئولیت اینقدر خواننده در دوش من است. بله زندگی من به نهایت پرپیچ توب است. اگر همین خیلی من اندیشه کنم اگر شاید میگم که با یک قوه الهی که خدای تعالی به من همچون مادر آفرید شاید در همین باشد. 8 سال شد فرزند کلانم بیمار است. لیکن من فرزند کلانم گرچندی که خواهر دارد، دادر دارد، هزار با شکرانه خش تبار دارد، لیکن لقمه را روز نشد است که من از دست کسی به فیروز جان تیم. هر یک لقمه که میتیم با یک مهر میتیم. شاید همین مهر مادری است که لقمه که به دهن فیروز میمونم او را عمری دوباره میبخشد. خبر اومد ساعت 1 فیروز غلطیده است. این خبر تو به من هم نرسید. وقتی که پدرش زنگ میزنن و اونها گرفته از همون دریای ورزوب تو قریه بولو را میارن، وقتی که در اومدم فرزند خودم رو دیدم، گرچندی که پدرش زور و گریه میکرد اهل بیت همه، لیکن من در اون لحظه گریه نکردم. برای چی؟ برای اون که وقتی که من در اومدم فیروز جان تو چی خیل؟ همین خیل چشمش که من نگاه کرد، از چشمش او بای چشمش گریخت. من الکی خودم نگاه داشتم که اگر منم گریه کنم الکی بای به درد خودش نه به درد من مینولد. بای الکی درد خودش فراموش میکنه برای که من الکی اذیت میکشم. شاید همین خاطر بود که من دیگر اشک نریختم. وقتی که دیدم با دل برداری کردم فیروز جان همش نقص میشه، فقط به یک چیز را تکرار کرد: اوچه جان به افتیدن من کسی گناهگار نیست. هزار رحمت به فرزندان جنوب عالی. همون لحظه ها برای من خیلی کمک کردن. تو همون چرخکوی معیوبی را برای من حالتو تشکیل کردن. چقدر از شب تا سحر مخصوصا تمامی همین داروخانه ها را برای فیروز جان من کشودن. این هم یک فرزند اصیل تربیت کردن پیشوای ملت است. من همچون مادر فخر میکنم که چنین پیشوا دارم، چون که من کیم؟ یک آموزگار بودم. تنها بودگی خود را تماما احساس نکردم و تمام داروهایی که برای میم بعد حیات بردن فیروز جان استفاده کرده شد با کمک خود همینا شد.
یعنی من یگان مبلغ گذاری زیادی نتونستم کنم، برای که خود آموزگار بودم. به همون مبلغ آموزگاری من فرزندام تربیه و کلام کرده بودم. من برای همین خیلی میnnت‌دارگی خودم برای جناب عالی هر دقیقه یک ذره که همچون مادر من فعالیت میکنم، یک ذره همچون آموزگار من فعالیت میکنم، تنها برای دولتم، برای افتخارم به همین جناب عالی است. افتخار دارم که جناب عالی سرور ما است. وقتی که جناب عالی در درس ها باید همون درس ها قطار که سیستم های کابینتی بودن و به اتاق های همون می اومدن، راست من بعد 3 اتاقی وای بودم، درسی بودم، یعنی اتاق فنی متماتیکا بود و فنی خیمیا بود و فنی فیزیکا. لیکن جناب عالی وقتی که به درس من در اومدن، من خیال کردم که یک پیر خیرد وارد صنف من شد. وقتی که من یگان احساسات بیگانه را در وجود خود احساس نکردم، خیال کردم که فرشته از آسمان به صنف من در اومد. این احساسات تا حالا من اینو فراموش نمیکنم. لیکن هر لحظه که به صنف در آیم، بعدی جناب عالی در درسم شرکت ورزیدن، خیال میکنم که جناب عالی در درس من وجود دارن، در درس من اشتراک دارن، فعالیت خواننده های من رو سنجیده ایستادن. انا این بود که موفقیت های کار من 10 چند گشت. خیال میکنم که بهادری کوچک در نمایندگی الکی با راهگردان آغاز کرده بود و یک لحظه همون راهگردی او که با ورزش خیلی مطابقت بود، قدمای اولین او الکی شباهت همون بود که من بعد شاید بهادر یک در جاده ورزش یک شخصیت بزرگی می شود. بهادر اسمونوف بسیار خوب شروع کرد. بدون که چمپیون تاجیکستان شد، در سال 2019 6 مدال به خزینه ورزش کشور وارد کرد، از جمله مدال طلایی چمپیونات آسیا که بعد 8 سال این اتفاق افتاد. از سال 2011 تا 2019 ما نداشتیم در نماد باکس چمپیون آسیا. بهادر بعد 8 سال مدال طلایی چمپیونات آسیا را سزاوار شد و بعدا در 5 مسابقه دیگر مدال های طلا و نقره و برنجی، عموما 6 مدال در سال 2019 به خزینه ورزش کشور وارد کرد و بهترین ورزشکاری سال 2019 در تاجیکستان اعتراف شد. زنی شهرتیار چمپیون آسیا بهادر اسمانوف هم شامل است. جای اول در چمپیونات آسیا شهر بانکوک تایلند. بله، بهادر مبارک باشد، پیروزی عنوان قهرمان آسیا.
هر یک قدم بهادر تحت نظارت مادر و پدر بودن. برای فرزند ورزشگر می شود، مخصوصا همین نمودی ورزش برای مادری که او رو دیدن می خواهد، او رو در زینه های بالای زندگی در پرواز دیدن می خواهد. نه همه مادر قدرت او رو تماشا کردن دارد. وقتی که مسابقه هایی که اول میشد پسر کلانی رو ما تماشا میکردم. وقتی که مسابقه ها نسبت بهادر شد، شاید بهادر در یک زینه به دنیا اومد که من در دایره غم بودم. شاید از همین نقطه نمیخواستم که اون مشت خورد، فقط میخواستم که وی ضربه زنه، لیکن خودم تماشا نمیکردم. وقتی که وی به میدان میبرم من بسیار خودم رو گم میکردم. تلویزیون تماشا نکنم آینه نیلگون، لیکن همیشه در راهگردی میشدم. بعد بسیار ایراد میگرفتن فرزندای کلانی. اوچا جان چوبه که بسیار راه میگردید. بعد میگفتم این بهادر رو نزنن. بعد ویو من ده سوال میدادن. آخر هم مسابقه های اونا مادر دارن که اوچا جان میگم نمیدونم، لیکن باید همین بهادر مش نخورد. پیش از مسابقه هم بهادر رو تاکید میکردم. بهادر جان، بهادر شما مش نخورید. چما اوچا جان آخه این مسابقه است که نه مش نخورید، برای که من نمیخوام که تو مش خوری، همیشه باید دست بالا باشی. وقتی که بهادر جان مشت خورده، خواهد نخواهد یگان جایش سیاه می شود، می بیاید. من یگان بار نشان ندادم که من الک دلی من سیخ زده ایستاده است، لیکن توبت هایی که می کردم تیز خیلی جای خودش رو می گیرید. لیکن یگان بار نشان دادن نمی تونستم که بهادر من برای تو دلم سوخت. وقتی که مادر به فرزندش میفهماند که تو ضربه خوردی، الکی وی پیش از مسابقه اما چهره مادر به یادش میرسد که حاضر من اگر مش خورم یا مشت زنم، مادر یکونه کسی که اول اذیت میکشد این مادر است. برای همین من هیچ گاه بهادر را آغاز نمیکردم که تو مش خوردی یا مشت زدی. بسیار مقاله هایی که نوشتم همشه وقتی که با مسابقه رفتن بهادر جان نوشتم، چون که در اونجا وقتی خالی داشتم فکرم به بهادر نشود، فکرم به فیروز نشود، فکرم به نوشته جود شود. درسای غیر مقرری اویدی فن فیزیکا بسیار ترتیب دادم، همش قریب در مسابقه های بهادر جان سرچشمه گرفت. وقتی که او میآید من نمیدونم چه پرواز میکنم. من پرواز کردن خودم احساس نمیکنم، لیکن اطرافیان نگاه کرده بعدی که من رفتم پیشواز گرفتم اومدم، بعد به اون میگن که شما در کدام حالتی بوده، خیال کردیم که پاچه شما زمین رو نگرفت، چون که من قنات زیادی میبرم برای پیشواز گرفتن بهادر. وقتی که وی مسابقه در جای میگیرد، تمام اهل بیت خیش و تبار همسایه به پیشواز او میبرایم. با چخیل من فخر نکنم که من مادرم. من امروز فخر میکنم که مادرم همون مادری هستم که در جمعیت امروزینه من فرزند من یه حصه خردکه خود رو به وطن عزیزش میگذارد. سهم خودش رو گذاشته است. من بی‌نهایت شدم.
барои тамоми модарони ҷаҳон ягона орзу дорам, якум ғами фарзандро набинам. бигзор ба камолоти пирӣ расанду фарзандони онҳо ҳамеша дар хизмати онҳо бошанд. бигзор модаро бо ин дилҳои бузургашон дилҳояшон боз бузургтар бошад. ҳамеша зеби оилаи худ бошанд, зеби ҷумҳурии тоҷикистони мо бошанд.